جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان شبکه جهانی وصال حق، خدمت همه شما بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. به تحقیق که آمد برای شما یک موعظه از جانب پروردگار شما و این موعظه و این پند شفا هست به او امراضی که در سینه ها نهفته است و هدن، و این موعظه و این پند برای هدایت هست و این رحمت هست برای مؤمنین. سروران عزیز و بزرگوار، قرآن عظیم الشان، کتاب مبارک و کتاب مقدس و کتابی که از جانب الله سبحانه و تعالی به وسیله جبرائیل علیه السلام نازل میشه بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم، که الله سبحانه و تعالی میفرماید: شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن نازل شده، یعنی ماه نزول قرآن. قرآن عظیم الشان کتابی هست که به خاطر هدایت بشر نازل شده و همچنین به خاطر خوشبختی، به خاطر تعالی و ترقی امت اسلامی هست. الله سبحانه و تعالی بر تلاوت کننده این کتاب مبارک، کسی که این را تلاوت میکنه، اجر و ثواب گذاشته. کسی که به این عمل میکنه، اجر و ثواب گذاشته. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم
معلم و متعلم این کتاب را بهترین انسان گفته: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. و الله سبحانه و تعالی بر تلاوت کننده این کتاب مبارک قسم یاد میکنه. اگر بخوایم ما فضائل قرآن، پیرامون آداب قرآن، اجر و ثواب قاری قرآن، تلاوت کننده قرآن بخوایم اشاره کنیم، اگر ساعتها هم بگوییم هنوز حق این مطلب ادا نمی شود. هدف از نزول قرآن، الله سبحانه و تعالی می فرماید کتاب انزلناه الیک، این کتاب نازل شده، یعنی این قرآن نازل شده. به خاطر چی؟ امروز متاسفانه ما این قرآن را فقط کتاب برای اموات قرار دادیم. هر جا صوت قرآن بلند میشه شخص احساس میکنه که اینجا ماتم هست، اینجا غم هست، اینجا مصیبت هست، در حالتی که قرآن آمده تا همه ماتم ها، همه غم ها، همه مصیبت ها را دور بسازه و انسان را از همه جهل و خرافات نجات بده، به فوز و فلاح و رستگاری بکشاند، سوق بدهد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا انسان ها را بیاره بیرون از همه ظلمت ها، از همه تاریکی ها، سوق بده به طرف نور و روشنایی. پس قرآن برای ما پیام ها دارد، قرآن برای ما درس ها دارد، قرآن برای ما میخواهد که بفهماند که این چیزی که امروز شما از این قرآن استفاده میکنید فقط برای اموات و برای اینکه وقتی به شما مصیبتی رسید، وقتی به شما غمی رسید و اندوهی رسید، شما بیایید قرآن را بر سر مردگان و بر سر بالاخره قبر مردگان اینها بخوانید. هدف از نزول من این چنین نیست. قرآن میگه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کتابیه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند اقرأوا القرآن، شما قرآن بخوانید، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم. این کتابی هست که یأتی یوم القیامه، روز قیامت میآیه، شفاعت میکنه برای اصحاب خود، برای دوستان خود، برای کسانی که ای را تلاوت کردن، کسانی که به این عمل کردن، کسانی که به پیامهای قرآن گوش دادن و به او عمل نمودن. قرآن کتابیه که میخواهد اونهایی که در خوابن اونها را بیدار کنه، اونهایی که در غفلتن اونها را از غفلت بیاره به طرف فهم و درک و شعور و اینها. قرآن کتابیه که اونهایی که در جهلن اونها را بیاره در علم، در روشنایی، اونهایی که در تاریکین بیاین در نور و در ضیا و در روشنایی و اینها قرار بگیرن. وقتی ما به آیات قرآن متوجه شویم، در چندین جای قرآن میگوید افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها تدبر نمی کنن، فکر نمی کنن نسبت به قرآن؟ یعنی اگر در آیات قرآن تدبر شود، در آیات قرآن تفکر صورت بگیره، انسان متوجه می شود که این کلام بشر نیست، این کتابی نیست، چیزی دیگر است. فکر نکنید که قرآن مثل سایر کتبی که در خانه ما هست، قرآن هم مثل سایر کتب. نه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، در این کتاب هیچ تردیدی نیست. الله سبحانه و تعالی
در آیات زیاده ما را متوجه می سازد. افلا یتدبرون القرآن، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتذکرون، افلا تسمعون، افلا تبصرون، افلا تذکرون. و همچنین آیات افلا یسمعون با صیغه غائب، با صیغه مخاطب. الله سبحانه و تعالی میخواهد که ما را متوجه بسازه که ای انسان ها، این کتاب است که وقتی شما تفکر کردید، تعقل کردید، عقل خود را به کار انداختید، میدانید که این کلام رب است. میدانید که این شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این شفا است برای امراض جسمی و روحی شما. قرآن شفا هست. شفاء لما فی الصدور. الله اکبر. اونهایی که قلوبشان مملو از امراض شرک و کینه و بغض و عداوت و دشمنی بود، قرآن آمد از آن قلب‌های آلوده با امراض مختلف چنان قلب صاف و زلال می سازد. اون قلوب اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم، آن قلب هایی که چنان قساوت داشت که حتی به جیگرگوشه خود رحم نمی کردن، دختر زنده به گور می کردن. این قرآن آمد از آنها شخصیت های ساخت که از فوق آسمان ها گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه. به اینه که قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این قرآن هست. پس هدف از ارسال رسول، هدف از آمدن پیامبران به اینه که پیام الله سبحانه و تعالی، پیام قرآن را برای انسان ها بیاورن. پیامبران یعنی چی؟ یعنی پیام آوران. وقتی میگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم یعنی پیام آور الله سبحانه و تعالی، از جانب الله پیام آورده، خبر آورده. ما باید این پیام ها را بشنویم، ما باید این پیام ها را بفهمیم، ما باید این پیام ها را بدانیم. این پیام ها چیست؟ پس به هر حال از همه دوستان و عزیزانی که این برنامه پیام های قرآنی را مشاهده می کنن، خواهش بنده این هست که وقتی از پیام اشاره می شود، آن آیتی که موجز و خلاصه به عنوان پیام قرار گرفته او را حفظ کنیم، او را سرمشق زندگی خود قرار بدیم، او را سرلوحه زندگی خود قرار بدیم و بالآخره این پیام های قرآنی را در زندگی خود و در برنامه روزانه خود ما باید داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه به همه قرآن معرفت حاصل کنیم، خصوصا با پیام های قرآنی. این کتاب مبارک و کتاب جاویدان کلام پروردگار هست که من و شما را خوشبخت میگردانه و نزولش به خاطر خوشبختی من و شماست. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه آشنا به قرآن بشویم و به معنا و مفهوم قرآن آشنا شویم، خصوصا و بالاخص این برنامه که تحت عنوان پیام های قرآنی است، این پیام ها را حتما و لازما حفظ نموده
و سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار بدیم. انشالله تا برنامه بعد که پیرامون پیام‌های قرآنی که در هر جلسه یک پیام از پیام‌های قرآنی اشاره می شود، امیدواریم که الله به ما توفیق بده که این پیام‌ها را درست و صحیح دانسته و به آن عمل نماییم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه